امر معروف نکردن گناه است. امر معروف و نهی منکر نکردن باعث قبول نشدن دعا هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر. امر معروف میکنید، نهی از منکر میکنید و اگر همین کارو نکنید لیوشکن ان یبعث علیکم عقابا، نزدیک است که بر سر شما الله تعالی یک بلای را میفرستاند، یک عذاب را میفرستاند. ثم تدعونه فلا یستجاب لكم، سپس دعا میکنید سانی دعاهاتون قبول نمیشد. امر معروف ترک کردن و نهی منکر ترک کردن باعث هلاکت دیگرها هست. اگر بینی که نابینا و چاه هست، دیگر خاموش بنشینی گناه است. علل خصوص برای آدم علمدار، اگر آدم علمدار خاموش نشیند، شریعت به مردم نرساند، در این حالت نهی منکر نکند، او هم به همون گناه ها کوش است، همراه است، او هم به بلا گرفتار میشد. بنابراین